سلام. امروز بهتون میخوام یه سبزی پلو با ماهی یاد بدم با سس رب بنا مخصوص ماهی. سبزی پلوش که دیگه همتون بلدید. این سبزی پلو با ماهی سالمون با سس رب انار مخصوص. خب ماهی چون میدونید تب سردی داره، حتما باید با یه سس گرم مصرف بشه که بسیار دلچسب و خوشمزه است. خب بریم که با هم ببینیم. اول از همه یه پیاز خلالی خورد میکنیم برای مزه دار کردن ماهی. حتما ماهی رو باید 2-3 ساعت مزه دارش کنید توی یخچال بمونه. یه پیاز رو خلالی خورد میکنیم. ماهیاتون حالا هر ماهی که هست دوست دارید. ماهی من ماهی سالمونه. ماهی ها رو روی پیاز میذاریم. برای مزه دار کردن ماهی من یه مقدار روغن زیتون روی ماهی میریزم که طعم خوب ماهی ها میده. بعد از اون ادویه‌ای که استفاده میکنم نمک و فلفل سیاه، فلفل قرمز و زردچوبه هست. یه مقدارم زعفرون آب کرده بهش میزنم و نکته مهمش استفاده از حریره سیره، همون حریره سیری که قبلا توی یکی از ویدیوها بهتون آموزش دادم. یه مقدار از این حریره سیر رو سطح ماهی ها میریزیم و با پشت قاشق کاملا پخش کنید روی ماهی ها که طعم بی نظیری به این ماهی ها میده. و بعد از اون 1-2 شاخه هم رزماری روی ماهی ها بذارید. یه سلفون روش میکشیم داخل یخچال 2 ساعت بمونه. بعد میتونیم بیاریم بیرون و استفاده کنیم. حالا هم میشه این ماهی رو توی روغن سرخ کرد، هم داخل فر گذاشت. من امروز داخل فر گذاشتم. حدودا 1 ساعت زمان کافیه تا ماهی ها حسابی برشته بشه و پخته بشه. ماهی ها که آماده شد میذاریم کنار. حالا میخوام سس رب بنا رو بهتون یاد بدم. یه پیاز خلالی، یه پیاز رو نگینی خورد کنید. 2-3 قاشق رب بنا محلی شما اضافه میکنیم بهش. یه چند دقیقه تفتش میدیم، به هم میزنیم. بعد از اون 1 مقدار مغز گردو خرد شده بهش اضافه میکنیم، چون میدونید هم انار رب انار و هم مغز گردو تب گرمی داره. 1-2 دقیقه گردو رو تفت میدیم و بعد یه قاشق هم آب لیمو تازه بهش اضافه کنید و مخلوط کنید. این میشه سس ما که فوق العاده خوشمزه است. حتما 1 بار امتحان کنید. کنار ماهی طعم بی‌نظیری میده. برنجم که خب سبزی پلو درست میکنیم جداگانه و با هم سروش میکنیم. حتما درست کنید، میل کنید. نوش جونتون. کانال من رو هم حمایت کنید. ممنونم. خدا